این بازی دوستانه است و رفتیم دوستان ارجمند. رقابت آغاز می شود و میبینیم که چگونه دسته ها دقیقه اول رقابت رو سپری میکنند. عین حال سنجر قدیرقولوف است و ضربه کنجی رو اجرا میکنند. این فوتبالباز پرتاب توپ به داخل جریمه‌گاه اینجا ببینید در قبط دوم فوتبالبازان ازبک برتری نشان میدهند و بعدا دو دفعه کوشش کرد. چمپیونات ازبکستان فوتبالبازان ما چندان موفق نبودند. شروع میکنیم از همان هنرنمای جهانگیر علیف. حالا یک توپ را با این بازیگران ازبک متوجه میشیم که چگونه با هجوم انجام می‌یابد. وضعیت بسیار هم خطرناک برای دروازه‌بان ما، ولی توپ با یک رسش موجود فوتبالبازان دیگر هم موقع خود را کسب کردند و توانستند این هجوم را برطرف کنند. باز یک هجوم دیگر اینجا وضعیت خطرناک است. ضربه و گل. در دقیقه 33 رقابت فوتبالبازان ما با دروازه خود گل سر می‌دهند. انیخترش به خاطر اون که نتوانستند برای توپ رفعی موفق شوند. تقریبا همین حالت رو می‌بینیم. منوچهر سفرов کوشش می‌کرد با او خبر رساند ولی این دفعه موفق نشد. و همون طوری که می‌بینیم ضربه زده جانب دروازه شاهرخ قرغیزبویف اونقدر خطرناک نبود. ضربه صورت قوی هم نداشت، اما با کنج چپی دروازه روان گردید. به این خاطر شاهرخ قرغیزبویف هم نتوانست ضربه رو برگردانیده. یک بازیگر کلیدی رو حالا استقلال از دست داد. رفتن احسان پنجشنبه فکر می‌کنم یک تلفات هم است. اون وضعیت خطرناک در نزد دروازه ما و اینجا بونجی دوران جان ارگاش فرومه تجربه دارد این وضعیت رو برطرف کرد. پرتاب از کنج میدان بازم وضعیت خطرناک و شاهرخ قرغیزبویف با مشکلی به هر صورت توپ رو خواست دارد. چند ثانیه به شمار باقی مانده است برای تشکیل کردن هجوم. داور اجازت می‌دهد که فوتبالبازان ما هجوم را تشکیل کنند، ولی اینجا صدای اشتکی او بلند شد و هر دسته را به تنفس دعوت کرده است. دل کمی استراحت کنیم بینندگان ارجمند. بعدا برای تماشای قسم دوم بازی باز هم به نزد اکران‌های تلویزیونی خود برمیگردیم. این موسم زویر عموما در خط دفاعی مرکزی استقلال یکی از بازیگران مرکزی و مهم هم هست. در رقابت دوم نسبت به فوتبالبازان ازبک موفق میشن. پرتاب به جریمه‌گاه اونقدر بلند هم نبود و حالا مراتب دوم احسان میتواند پرتاب کند. پرتاب به جریمه‌گاه وضعیت خوبی گذاشته. حساب یک بر یک ظاهر جورابویف دوستان ارجمند خیلی عالی موقع رو انتخاب کرد. ظاهر کسی به او خلل نمیرسانید و با ضربه هدفمند و دروازه‌کوب اینجا حساب را برابر میکند. آغاز قسم دوم برای ما و شما شادی و خرسندی زیاده را به بار آورد. با اون بازیگرانی رونق کردند که پیشتر از اونها قرار داشتند و گمان کردند که شاید مزد به همونجا پرتاب کرده میشد و دو فوتبالباز که از پس آنها بود آن را فراموش کردند. احسان هم خیلی خوب بازی کرد. او بعضی فوتبالبازان در چنین موردها اجازه میدهند که توپ از میدان بیرون شود و اوت کار کرده بعدا اون توپ رو به بازی دارن، اما احسان نگذاشت که توپ از میدان بیرون شود. توپ رو در میدان نگاه داشت و پرتاب بسیار خوب ضربه اجرا کرده می شود و دروازه‌بان بسیار عالی حرکت کرد توانست که این وضعیت خطرناک رو شاهرخ قرغیزبویف برطرف کند. واقعا عالی بازی کرد دروازه‌بان تیم ملی ما و متوجه میشیم با موج دوم هجوم‌های فوتبالبازان ازبک و پنالتی اینجا تعیین میکند داور. خب بیاید ببینیم تکرار این حالت رو. متاسفانه بینندگان ارجمند البته در این وضعیتی با وجود آمده برخورد بین او و بازاروف، نفری که گفتیم بسیار زود در نزد جریمه‌گاه خود به اشتباه را دیدند و اکنون پنالتی تعیین میشود. ضربه اجرا شد. قریب بود شاهرخ رو برگرداند. خیلی نزدیک بود شاهرخ قرغیزبویف برای برگرداندن ضربه. شاید کمی سرعت این ضربه و البته دروازه‌بان خیلی نزدیک بود اگر خطا نکنم حتی به دستش هم رسیده است. بیاید ببینیم. بله و باز هم علیشیر جلیلوف و احسان پنجشنبه در نزد توپ میبینیم که کدومی از این فوتبالبازان ضربه میزنند. ضربه از مسافه دور و از جانب علیشیر جلیلوف این ضربه اجرا گردید. پاپوی راست او ضربه رو اجرا نمود. جلیلوف رو دیده بودیم ولی نه این احسان بوده است. معذرت می‌خوایم دوستان برعکس. بله برعکس. و البته اقدام شایسته فدراسیون فوتبال کشور و همچنین پیشنهادی که از سوی فدراسیون فوتبال ازبکستان شد قابل دستگیری هم است. احسان پنجشنبه به نهایت امکان خوب بود. 3 نفر بازیگر ما میتوانستند با همین صدای اشتراکی داور مرکز بلند شد. بازی نوبتی رفیقانه میان منتخب‌های تاجیکستان و ازبکستان با حساب 2-1 و فایده دسته میزبان خاتمه می‌یابد.